سلام بچه‌ها، یه ترشی براتون آوردم. هم خوش بر روی، هم خوشمزه است، هم خیلی آسون درست میشه. مخصوص فصل پاییزم هست. ترشی یاقوتی توی سفره‌هاتون عین یاقوت میدرخشه. بیاین با هم درستش کنیم. اول لبوها رو بذارید نیم پز شه و رنده کنید و کنار بذارید. آبش رو دور نریزید. بادمجونا رو حلقه‌ای کنید و بریزید توی آب و نمک و سرکه. 10 دقیقه بجوشه. بعد درشون بیارید. وقتی بادمجونا خنک شدن، اول از همه کلم بنفش خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. لبویی که رنده کرده بودینم بهش اضافه میکنیم و انار دون شده که بهتر قرمز و ترش باشه. رنم آب افتاد. نعنا و جعفری خرد شده، سیر رنده شده، نمک و ادویه ترشی و تخم گشنیز. اینا رو هم بهش اضافه میکنیم به این صورت. و بعد 1 لیوان سرکه سفید که قرمز هم میتونه باشه، سرکه سیب هم میتونه باشه، و 1 لیوان هم آب لبویی که نگه داشته بودیم و داخل ترشی میریزیم و بعد با 2 تا قاشق حسابی همش میزنیم و توی شیشه میریزیم و به همین راحتی ترشی یاقوتی ما آماده میشه و از همون لحظه تولدش قابل استفاده است. حتما داخل یخچال نگهداری بشه. نوش جان.